سلام، من پارسا سیاد هستم و HTML و CSS رو تدریس میکنم و بعد از HTML CSS بعد وارد کانال ما بشین و جاوا اسکریپت رو نگاه کنید. HTML چند قسمت راجع به HTML صحبت میکنیم و بعد اون میریم سراغ CSS و در آخر HTML و CSS مینی پروژکت وجود داره که کمک زیادی به شما میکنه داخل پروژه هایی که در آینده قرار انجام بدیم و مینی پروژکت ها خیلی کاربردی. اول بعد بهتون میگم که وارد محیط برنامه‌نویسی چجوری بشید و نصب کنید. اول وارد گوگل بشین و کلمه ویژوال استودیو کد رو تایپ کنید و وارد وبسایت ویژوال استودیو کد بشین. دقت کنید که موقع تایپ بعد حتما ویژوال استودیو کد نوشته شده باشه و نسخه مشابهی داره ویژوال استودیو و ما با ویژوال استودیو کد کار داریم. وارد بخش دانلود بشین و وقتی روی دانلود کلیک کردین صفحه ویژوال استودیو کد باز میشه سایتش که سیستم عامل های مختلفی داره و مناسب با سیستم عامل خودتون یکی از نسخه ها رو نصب کنید. حالا یا ویندوز یا لینوکس یا مک او اس، مناسب با سیستم عامل دانلود کنید و پس نصب فایل خارج چید و وارد ویژوال استودیو کد شید. وقتی وارد ویژوال استودیو کد شدین از بخش بالا گزینه فایل روی اوپن فولدر کلیک کنید. بعد از اینکه روی اوپن فولدر کلیک کردید روی نیو فولدر کلیک کنید و یه فولدر بسازین با یه اسم جدید، مثلا نیو فولدر 2. بعد روش سلکت فولدر رو کلیک کنید و شما داخل ویژوال استودیو کد الان به اون فایل دسترسی دارین. هر کدی که بنویسین اینجا ذخیره میشه و میتونین که محتویات اون فایل رو نگاه کنید و بررسی کنید و انتخاب کنید. حالا که فایل ساختیم کلیک کردیم از بخش بالا که نوشته نیو فولدر 2 روبروش عکس برگه که کلیک کنید بعد یه فایل بسازید. برای مثال می‌نویسین 1.html. خب اینی که نوشتین در حال حاضر ما با HTML5 کار میکنیم. میزنید HTML خب بعضی وقتا مشکل داره که لیست کد آماده رو نمیاره آورد. میزنید HTML و HTML5 اینجا برای شما میاد. روش کلیک کنید کد آماده HTML5 رو مستقیم میاره و دیگه نیاز نیست که کد HTML5 رو یکی یکی شروع به تایپ کردن کنید. خب بخش تایتل راجع به موضوعمون هست و راجع به تگ های H میخوایم صحبت کنیم از H1 تا تگ H6. خب من اینجا تگ ها رو می نویسم. خب حالا تفاوتشون رو بهت میگم. اول داخل H1 تایپ میکنیم و بعد داخل تگ H2 تگ H3 و داخل تگ H4 تا H6 تایپ میکنیم و تفاوتش رو الان بهتون نشون میدم. خب حالا که
تگ رو داخلش نوشتیم. آها یه نکته دیگه هم بهتون بگم، تگ H1 یک تگ باز داره و یه تگ بسته. تگ بستهش پشت سر اون نوشته ای که نوشتیم یه دونه اسلش داره. خب حالا که از تگ H1 تا H6 نوشتیم، میتونیم بریم ببینیم که چه اتفاق افتاده. بعد از اینکه اینو نوشتین، یادم رفت یه چیزی بگم، یه اکستنشن رو باید نصب کنیم به نام لایف سرور. لایف سرور به شما کمک میکنه که یه سرور میسازه که و یه صفحه باز میکنه تا بتونین کدتون رو ببینید. وقتی لایف سرور رو نصب کنید، کلیک راست که کردین یه بخش میاد اوپن ویت لایف سرور، رو اون کلیک میکنید و سایت باز میشه و میتونین کدتون رو ببینید. تفاوت تگ H1 تا H6 رو الان بهتون نشون میدم که با هم چه فرقی داره. خب سایت باز میشه و میرین که تگای H1 تا H6، اولی تگ H1 و تا H6. تگ H1 بیشتر بولتره و یکم بزرگتره، تگ H2، تگ H3 و به ترتیب. و هر کدوم از این تگای H1 و اینا محدودیتی داره و از H4 تا H6 آزاده و هر چقدر میخواید میتونید استفاده کنید. خب بحث بعدی ما راجع به پاراگرافه. داخل پاراگراف میتونید توضیحات بنویسید یا چیزی اگه میخواین تایپ کنید و بهتون بگم که اسپیس و اینا توش تأثیری نداره و اگه میخواین وقتی اسپیس میزنین یا اتفاقی میخواد بیفته تأثیری داشته باشه، تک پری رو بعد تایپ کنین تا وقتی چیزی رو داخلش تایپ میکنین اسپیس که میزنین جا به جا بشه. برای اینکه تو تگ بی مثلا یه خط فاصله بندازین، تگی داریم به نام بی آر. وقتی بی آر رو تایپ کنید یه خط فاصله میندازه و اگه میخواین یه خط فاصله و حالت یه خط زیرش بیفته از تگ HR استفاده میکنید، زیرش یه خط ایجاد میکنه. حالا اوپن ویت لایف سرور میکنید. خب وقتی اوپن ویت لایف سرور کردین میبینید که یه فاصله این زیر انداخته مال تگ بی آر هست و زیرش یه خط ایجاد کرده که مال تگ اچاره. ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودین. لطفاً کانال ما رو دنبال کنید، لایک کنید و زنگوله یادتون نره که از ویدیو جدیدمون با خبر بشید. و تا پایان HTML و CSS دیگه تموم شد شما وارد کانال ما بشید و ویدیوهای مربوط به جاوا اسکریپت رو ببینید. خیلی ممنون، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.